کی بیشتر فلمو میشناسه؟ خوش اومدید به یه ویدیو خفن دیگه از چنل فلیم و اما یه ویدیو خیلی خفن امروز اومدیم براتون بگیریم. ویدیوی چی؟ چرا یهو عوض شده؟ ویدیوی چی؟ خاله زهرا عشق. نه ویدیوی کی بیشتر فلمو میشناسه. ببین بچه‌ها از اونجایی که من خاله زیزی عشق آدم غیر قابل پیش بینی ام و هیچ کس نمیتونه بفهمه که لحظه لحظه در زندگی فلم چی زر میزنه. من اینجوری میشناسمش عین کف دستم. حتی تو هم نمیدونی یه سری چیزا رو. میدونم. نمیگم بهت. ماندانا، مائده، ملیکا، روژینا، آخری، رکسانا، مرجان. تو کامنت ها خاله زهرا و سویل تنها نزار پرشه اوکی ولی شما میدونید خاله که عاشقتم. ماشین مورد فیلم چیه؟ پرشه. برنده این ویدیو آجی دستمو نگاه. برنده این ویدیو صاحب 50 میلیون پول نقد. دروغ میگی. به جون مادرم ندی. واقعا میدم. همه اسکرین شات هایی که واقعا دارم میدم. هم من به چخ میرم من بدم. واقعا میدم. به جون مادرت. به جون مادرم. خاله عاشقتم. ببر که میبر. آره که نه ببین خب آماده شروع کنیم. من از اول جنجالی شروع میکنم که ویدیو جذاب بشه. خب آخرین خرجی که حسین وایسا نخون. من میتونم نه دیگه نزن توش دیگه. میزنم. دیدی وحشیو خاله پریسا داری میبینی گوش میدی بهش چجوری میشه. خاله زهرا چرا دیگه سالاد درسته میکنه بعد آجی ما نیستیم مثل مادر ما رو میارن. آخرین خرجی که حسین کرده برای دختر چی بوده؟ من زدم زد مامان انقدر کند براش خرس. خب برام پول بدی. خرس گنده خرید. نه اون کادو نبود. نه برای به عنوان دوست گرلفرند. داداش خرس اشتباه. تو با 2 امتیاز منفی. داداش منفی نده. منفی دادم. ولی که نمیخوام بهت پول بدم. داداش یه لحظه نو فلم باخله میده با سلام فیلره. این به من میگه من هیچی برای هیچکی نمیخرم. خب من تو ویدیو فقط دیدم. ولی آقا من چی میخرم؟ ویدیو بود. حالا میشه اعلام کنید چی خریده برای دختر میتونم بدونم. آره برای مادر دختر یه گل خرید انقدر. خداحافظ برای مادرش. خب بعد به جون مادرم برای خاله من گل نمیخره. یه ساله برام گل نخرده بیاد برادر خونم. اینقدر گل. یکی برای من نخریده. بابا مادرش برام غذا درست میکرد. بابام درد دل میکرد. بزن تو از اون برای بابا یه غذا آقا یه غذا درست آقا یه غذا درست میکرد. برای چی حسودی میکنی؟ آقا من درست گفتم ولی اولین تتو حسین چی بوده؟ اول ماما. من دیر ماما. الهه روی استیم. باریکلا 1 امتیاز مادر. خب آقا یاد خاله مرحوم داداش خدا بیامرزه خاله عزیز و خاله جدید رو حفظ بکنه خدا. من یه چیزی بگم. وای آخرین دختری که باش رفتم دیت. عوض من زدم موش بلان بود. آره دیگه اگه به من دروغ گفتی بگو. من اسم بگم. خودم یادم نیست. من کدوم بود؟ تو ماشین. خب بگو خاطره رو بگم. تای کوچه رفتی. نه بعد امتیازو بده تمام شه. نه رفتی با هم درس خوندید دیگه. گفتی یهو گفتی یهو اینو نگاه نداره. گفتی یهو دستمو برو یه امتیاز آقا امتیاز. من دیگه مستقل سلگم دیگه. بزرگترین ترس من چیه؟ با هم زدیم. سنکاز قیچی. حالا شما بگو. سنکاز قیچی کن. احترام بزرگتر. سنکاز قیچی کن. احترام بزرگتر. آقا سنکاز قیچی کن. خاله به احترام. من دارم بیا خاله بازی کنی. نه من بلد نیستم سنکاز قیچی کن. یه لحظه. خاله سنکاز قیچی آماتورترین استاد دانشگاه. خاله پایه‌ای ترین بازی که تو اصلا همه بگو یادم بده این قیچیه. نه خاله این سنگه. میگه این قیچیه. من خدایی ترکیب قرآن نمیدونه. زدن اسم بنویسید یه دونه. غلط کردی. زدن اسم. آقا الان بنویس. الان سنکاز قیچی بنویس. سنگ. حالا این سنگه، این قیچیه، این کاغذه، اینم این سنگ، کاغذ قیچی. عالی بود. خب سوید بگو بزرگترین ترس من. از دست دادن اطرافیانت بی خانواده. بگو. چی؟ از دست دادن من. درست گفتم دیگه. آره درست گفتم من. پس نفر یه امتیاز 2-1. مرسی خاله. زدن اس تو کامنت ها بنویسه. خاله تاج سر من نوکرش هم هستم. بچه‌ها من سوالا رو اینجوری میرم. همش اینجوریه برام. سوالای خفن یهو چیزا. خودت هم اینجوری. همش برام اینجوریه. عجیب‌ترین عادت من. یعنی هیچ خدا می‌خواستم خانواده من
اینه فلان بدبخت. بگم حتی خانواده بدبخت هم منو نمیشناسن. زر نزن. خفه شو! 10 تا کو میزنم یه دونه میشینم با کون رو سرت. میشینم تو صورتت با میگوزم انقدر میگوزم خفه مگه شی. نذاری تا حالا؟ نه تو صورتت با کون میگوزم. گندت. مودی ترین خیلی حالا قابل مودی پیش نیست خیلی خدا. قابل وکیلی. پیش بینی. من میرم مودی خونه نیست. سولینا میاد. تا صبح. چیه تو خاموش بود مال جیه تو ماشین به قرآن که میشه 10 دقیقه خاله مودی نیست. مودی نیست. بابا یک تک ببین صاف اینجوریه یعنی یه صاف. تک نیست خدایی. بده آقا الان من برای تو رفتار غیر قابل پیش بینی دارم. آره، اصلاً. برای من بیا داری ازدواج میکنم با من رفتم خودت ماما یک دقیقه یه جوری داداش هر 10 دقیقه یه جوری نیست چرا؟ من کجایی؟ نه مادر خاله نه مادر هر 10 مادر دقیقه دوم منه خاله هم 10 خوبه دقیقه خوبی 10 خاله دقیقه هم بدی خوبه. 10 دقیقه خوبی 10 دقیقه بدی خاله هم خوبه تو هم خوبی جفتشون نمیدونستن من نگفتم حالا؟ من نگفتم عجیب داری میخوری ناخوناتو میخوری همین نگفتم بابا سلطان بادی کلا دیگه دارم ناخون ناخونش نمیدم به جون سوال میدونستم خاله جلو من انقدر الان اون روز می‌خوره. نشسته بود ناخون پاشو داشت اینجوری چرا می‌کرد. زر میزنی اون فیتیش پا داری آقا زر آقا چرت میگه داره چرت و پرت میگه آقا بسه حسین پای خودت بسه اولین شغل من چی بوده شغل نمی‌داشتی اه، خاله اینو نمیدونی واقعا چرا میزنی خب الکی نمیدونی بگم داداش این تخریب اومده منو بکنه میدم به سوی 5 میلیون حالا خود آره شبا بدم بزن 43 42 بگو اولین شغلم چی بوده استریمر مامان دیجی نبودم دیجی اصلا آقا، داداش نه. من چی زندگی میکردم من اولین بیشتر شغلت پیش- نه. از نظر فضایی با اجازه گفتم اولین شغلت فوتبالیست بودی بگه قرارداد نبود. فوتبالیست باز اشتباه نشدم بود. که. خب چرا نشدی مگه چرا؟ بازی پول نمی‌کردی؟ درآوردم. آره دیگه 100,000 تومان 150 آره. هرچی خاله بگه درسته. آره. واقعا طیف فوتبال چت ولی اولین شغلت نبوده بوده نه قبلش شغلم دختر چی بازی بوده؟ بوده نمیدونم دختر بازی شغله آره تو پول در آقا میاری ازش. دختر بازی نکنید پسر بازی هم نکنید چون فقط سرمایه‌تون از حاجی، بین میره نکنید ببین من بچه‌ها دیگه نمیدونم رفیق صمیمیم کدوم رو صدا بکنم که باش فابه یه بار ملینا یه بار میگم ملینا میگه نه اینو نگو سارا میگن سارا نه اینو نگو مبینا نه من تو کدوم الان کی تو زندگی منه سارا یه دونه دیدم لیلی یه دونه دیدم ملینا یه دونه دیدم الان پیام داد اون دختر مایل بیبی گرل کیه نمیدونم اون کی بود بیبی گرل اصلا من ندارم سویت کر من وقتی فوکوسش- ناراحتم معمولا چیکار میکنم دوست داره تنها باشه هیچ کی کنارش نباشه من بگم بدبخت فلیم بیچاره نه. گاوه یارو داد میزنه اون همه چی. عصبانیت من درست گفتم؟ بله. 3-2 خاله با بابا احترام تو- اصلا من بچه‌تم خاله با احترام چیو میدونی پر پرورشگاه آوردم خاله با احترام حاجی فهمید اعتراف کرد خاله با احترام اعتراف کرد جدی من میگی؟ پرورش بچه پرورش یعنی مادر اصلی شما نیست نه واقعا همین الان فهمیدم ای غم بیا بیشترین چیزی که تو زندگی من استرس میده چیه مامان جواب تلفن چقدر دست سری شد دست راست خیلی سریعه چی راست بعد سر چرا اون بازوت گنده تر از اینه با این خیلی جلو بازو میزنم جلو با آخه تو واسه باشگاه نمیری جلو بازو چرا خیلی دروغ میگی داداش. ما بگو بزرگترین استرسم چیه مامانش جواب نمیده حاجی هیچ کیو اصلا ببین جوابی چی شد خودش هم واقعا اینجوریه آره من اینجوری هم هستم همه جون لگه هم میدی سری خاله جواب بدید چرا مادرها جواب نمیده؟ یه لحظه به مادرها صحبت کنم تلفن واسه جواب دادنه من سری جواب میدم 5 دقیقه فقط جواب نمیدم دستشویی هم مامانم کجایی چرا جواب نمیدی بابا یه روز با سوی رفتیم سر ویدیو گوشیمون خاموش شده بود میگفت برای تلافی 4 روز میرم گوشیمو خاموش می‌کنم. واقعا آقا این اصلا اشتباه کینه‌ای مودی اشتباه. 12 ظهر رفتی تا 3 صبح جواب من نداد داداش حالا رفتیم ویدیو دنبال بودی؟ بازی رفتیم سر دنبال بازی ویدیو. من با کیه؟ ما تیم بودیم مگه نبودیم آه. شدی؟ ما تیم بودیم نه، حالا من الان و تو هم بود. تیم باش خیلی من یه نزن تیمی چی با تیم فوتبال میخوایم بزنیم 5 تا چیزی که نمیتونم بدونش رو زندگی کنم بگم حال ببخش ماما من بگم چیه باید اینو بزن خب باشه. بالا پول می سوشال مدیا خانواده فوتبال. فوتبال دختربازی اینو متم اینو 100% هم اصلا جزء گذاشتم یه دونه دیگه رو میذارم خاله بگه من امتیاز گرفتم آرایشگاه اولین آفرین، چیزی که تمام. هر 2 روز در میون اگر نره آقا ازت بله من نمیشه. تمیز باشم خیلی خانم تو خیابون داره راه میره من جنتلمن رو میبینه خب تو اینجوری جنتلمن نه باشی خانومو دارم میگم ببخشید بچه‌ها سوال کامل نگفتم کاملش میکنم این چی؟ یه آرایشگاه
دو ورزش اگر فوتبال باشگاه دیگه. نره نه باشگاه الان آره فوتبال واقعا. که برای قبل قبول. اگر باشگاه نره دیوانه میشه این امتیاز رو سه، داد خاله. رژیم غذایی مرسی خاله. رژیم غذایی اگه نباشه تعطیل یه جوری حرف میزنن انگار مواد میزنم. مرسی چهار. مواد لطفا من الگوی بچه‌تون باشم. دوستان- رژیم غذایی، من واقعا تمرین، گفتم ورزش، من- پاکیزگی، آراستگی، گل. دوستان مواد زن این چه موادیه؟ تو کامنت لطفا این گل اینجوری کی می‌کشه؟ کی اینجوری گل؟ خاله بده خاله یک کام دو کام دیوید بکام. بده خاله من سر چی بیشتر؟ امتیاز سه، بده. سه. نه نه یه امتیاز دونه جلو مگه؟ من 2 تا جلو بودم. نه خیلی الان سه آره دادا 4 تا چرتکه میندازی. آقا من 2 تا جلو آقا بودم. چرت و پرت میگه. تو زندگیم سر چی خیلی قور میزنم؟ سر همه مامان اول زد. سر همه چی من بیشتر گفتم. سر ویدیو سر غذا دومی سر اینکه زیپ دهنتو بگه زیاد حرف نزن دائم سر چی خیلی دلش استریما. پره آجی. من بگم مامان تو استریم یهو برمیگردی چی میگی؟ نه دعوا نکن. سر سلیقه مامانت خیلی قور میزنی من دیدم. اون خب اون دیگه چرا قور اون میزنی؟ نمی‌ذاره. سلیقه به این خوبی. لباس تنگ نافم بزنم بیرون، پیرسینگ هم بزنم معلوم شه دیگه. چه ربطی داره؟ با همه لباسایی که میخره نافم معلومه. ببین حالا چرا براش لباسی میخری؟ نمیخره. اون تتویی که اون زده باید نیم تنه بخرم حالا مگه توی کلمبیا داره زندگی؟ آره. نکن دوباره خاله تو تتوش خیلی خوشگله. مرسی. من ناراحتم چی؟ آدم درست حسابی این تتو نمی‌کنه. خاله نه جدی ولی واقعا لباس آه یعنی رید به هر کی که این تتو رو زده. چه رنگ لاک پایی خیلی خوشم میاد. من زدم. سفید. سفید. من زدم. سفید. من خانوما. با هم. نشون میده. خانوما در تابستون آقا لاک سفید شیری، به تو چه؟ پدیکور، آقا به تو چه ربطی داره؟ کاشت خفن. آقا به تو چه ربطی داره اصلا؟ من حساسه ببخشید آقا ببخشید. حسین خجالت لاک بکش سفید. خاله. سوهل رو- منم گفتم با هم گفتم نه عالی زودتر عالی زدم. دمه دقیقه قشنگ میدونه. سوهل هم همینه. من اصلا نیستم. من نیستم. من میرم خونه فقط اشکام بخندیم. خب 5-4 تو بله. نه من اه، چی خاله؟ پر هزینه ترین استریم من کدوم بوده؟ باجی خدایی. نمیذاره که از سوال تموم چی بفرمایید. بزنی یه تیزه مرسی عوامل گوشی پشت بود؟ صحنه که زندگی ما رو داره نابود میکنه. یه دونه استریم رفتیم تیزر زدیم خاله یه خیلی گرون شد تیزر تیزر اون سبکایی زندگیمون نابود شد تیزر هم 5 بار پخش شد تا درست ولی پخش. بعد بچه خاله تیزره رو فقط 200 نفر دیدن الان مطمئن میدونم ولی گرونترینش ببین می‌دونی چرا کدومه؟ اولش شده قطع و وصل شد تیزر قطع شد یهو بیهوش شد هزار خورده می‌دونم. چرا هزینه کردیم خیلی اوه! نه جا ولی- خالی رو دیدی؟ ولی خداییش بیشترین هزینه برای اون ویدیویی که برای من نه، گرفت. استریم. گوشیه. آره، نه استریم. استریم ویدیو گفت نه گفت بابا ویدیوش ویدیو هست گفت. خاله ویدیوش هست گفت ویدیو فرق ویدیو و استریم رو نه نمی‌دونم. گفت استریم به خود من گفتی. نفهمیدم بابا بزن که عقب ویدیو رو ببین. استریم که خب. میدونستم چیه اولین دوست دخترم حاجی که ریاکشنش ببین خاله من زدم نه. بگو. نازگل دوست دخترم واقعی دیگه آیدا نه دوست دختر واقعی چیه؟ واقعا دختر خوبی هستی. واقعا من امیدوارم در دوست دارم. کنار خانواده همیشه زندگی خوبی داشته آیدا باشی. خانم من ندیدم ولی تعریف میکنم میگم ولی خدایش خیلی دختر آقا تایپ من تو دختر چیه؟ بزن خاله من میدونم میخواستم اسکینی خب همین نه موی بلون اینجا رو نام اسکینی موی بلون اسکینی کسی که اذیتش کنه خیلی دوست آره. دارم چرا دروغ میگی؟ خفه شو آره فیتیشت اصلا خاله بابا میگم دروغ به حالا خدا. یه دختر آره. یه دختر ماه گل این واسه ازدواج نه ماهگل چیه؟ نه میگم ماه و گل اینو این اذیت میکنه حسین دهنو سرویس کنه حسین میپره راست بغل نه ولی می‌پره. خصوصیاتش ولی خصوصیاتش بابا طرف اول میاد بابا بیخیال خودش نه، اوکی ولی نشون نه، میده نه. بعد میزنه بیرون ولی نه هر وقت کاری به اون نداره خصوصیات اخلاقیش یکی اینکه مثل سگ پاچه بگیره یکی اینکه بلوند باشه درسته. یکی اینکه اسکینی باشه بلوند رو قبول یکی دارم. اینکه چیز به پاهاش خیلی برسه یعنی اگر پدیکور نکنه امتیاز رو بده خاله زهرا آره. همه امتیازا رو بده خاله زهرا خاله زهرا مامان چی واقعا میگی؟ آره خودت گفتی خب من تایپ چرا؟ چند نیم 6-5 چرا همیشه یک تو بالا؟ نه دو تا من جلو. نه من 6 بالا خاله 6-5 حالا من دارم امتیازا رو آره، میدم به شما آره. 6-5 من و تو با توی تیم آره، خاله اینجوری بوده. اولین باری که حسین دستگیر شد کی بوده و سر چی؟ همسایه‌شون شکایت کرده بود ازشون
من بگم یه دونه دیگه. تو هم نمیدونی فکر کنم. من میدونم من بگم توی مهمونی بچه بودی نه. دعوا کرده بود خاله. بچه چند تا مورد کدومشو بگم دعوا کرده اولی بود. دعوا کرده مایک بهت بود. بکنم راهنمایی بودم. آره به تو میدونی؟ آره گل کشیده بود. نه بابا. تریاک. نه آقا حشیش. اولین چیز ابتدایی بود مدرسه آقای کیان که زد برق مدرسه رو قطع خب کرد. دستگیر نشدم. یکی دیگه هم بعدش پسره رو با اینطوری با گونی کشید رو زمین صورت مورد همه چیز کشیدنش کلانتری. حالا چی زایدی؟ آره به خدا دبستان با گونی داداش تو فقط- اصلا یادشی کارتون رو ولدم صورت آره. پسر تو کارتون آجر بود. کارتون آره، آجر بود. آجر خورد تو صورت یارو من برداشتم تو بردم. گونی بود کارت آجره نه تو کارتون. خط قرمز من تو رابطه چیه؟ دروغ. یکی اینکه دروغه یکی هم که گیر نداره. نه یه دونه. دروغ. گیر نداره. بیشتر دروغه دیگه. نه حرف دروغ متنفرم. دروغ همه چی بده چه برسه تو رابطه. تو میگیرم حواستو جمع کن عاشقتم. چون هر لحظه امکان داره از پشت درام خفه شو. نمیشه حسین چقدر پول بگیره رونالدو رو فراموش میکنه. هیچی. دیگه معلومه. تا ابد اندازه بابام دوستش دارم پدرمه. خاله. حسین چند تا دختر تا حالا توی کانتنتاشو آورده؟ 3556 و 700. داداش دنبل زیریان انقدر دختر بیارش نبوده. غیر قابل شمارش خاله. تموم شده رفت. خیلی آره، تمام. مخلصیم. خاله هر چی بگه آره درست. بیشتر. بلاش تعداد نمیگیم چون تعداد نمیگیم. کانتنت دستمون خارجه. کانتنت شاید میتونه ویدیو گرفته نشه یا استریمی نباشه. آره. شاید آقا داری الو کانتنت چیه پس؟ شاید داری یه محتوای درست محتوا چیه؟ ما نمیدونیم قابل که. پیش بینی نیست و نمیشه نمایش. تمام شده رفت. تمام شد. چرا زر میزنی الان هزار تا محتوای کامنت؟ غیر قابل نمایش. آقا همچی آقا پلی مظلومو جر بدی تو کامنت ها. خاله مظلوم. دارن پلی رو دارن میزنن. بزرگترین پشیمونی من تو زندگی چیه؟ بزن خاله. آشنایی با اکس آخریت. اکس آخری. ببین واقعا سیگم من هیچ پشیمونی ندارم ولی اگه میشد این کارو آره. کرد نمیکردم. آره ولی واقعا صد باری یه لحظه بحث بگم. هر بار برگردی باز این غلطو میکنی. چون من میدونم حسینو میشناسم ما 10 بار میدونم. اون صدا تو نمیگیره فدات شم. بیشترین دوره. پولی که من خرج میکنم سر چیه؟ کراتی. کراتین ارزونه. بابا زر سر نزن. خوبه نگفت دختر. سر خدا رو ویدیوهاش شکر. خرج چی؟ می‌کنه. نه خاله نه جز اون خیلی پول کراتینو وی نه. میده خاله. نه. شیش تومن کراتین. دو- جدیدن داره از نه. رایکا ساپلیمنت. واقعا یکی ویدیو هم- کمر یکی حالا ویدیوه یکی ویدیو- طلا یکم لباسه. چیزای تو خونه. چقدر بخورم؟ آقا سیزن تو هر روز تو گند میگیره خودش. میگوزه. دیدی چقدر میگوزه خاله؟ کراشم. بابا خاله زدی تو تو پات. تو یه دونه میزنی ما تو ماشین شهید میشیم. ببین یه پامو میذارم رو پات. بعد بگوزی دیگه. نه همینجوری میخوام پاتو بزنم. ببین میزنه ما یه چرا دونه انقدر بیادبی؟ اسم کراشم توی اینفلوئنسرها. ربکا قادری. ربکا قادری. ربکا خانم اگه جان اینو می‌بینی- عزیزت یه پیام به این بده که منو باره ما هم کرد. چت کردیم. همین چه همین سالی یعنی عاشقمه. آقا عاشقت. این ایموجی هم فرستاد نگاه. حاجی یه چی بهت نه بگم این صورتمو زوم کنید تو. پسرا دیدی مشورت پسرا راجع حاجی این عاشقته. عاشقه. حاجی این احتمال خیلی زیاد هیچ کی آره نمیگه جز تو. ربکا خانم اینو بفرستید واسه ربکا خانم سلام. اگه تو رابطه نیستی لطفا جواب اسم کانتنت کریتوری که باش حال نمیکنم. من نمیگم. اصلا نیست خب کسی. آره هیچ من بعضیش بدم نمیاد. درست. تو که انقدر خوشقلبی. آره خاله. رپر مورد علاقم. پاریس اسکات. نه خارجیش. پاریس خب اسکات. رپر حسین مورد داداشم. حسین کیه؟ حسین داداشم. حسین. حسین حسام. حسین پسرم. حسین حسام. داداشمون جات خالی تو قلب. واقعا جات مخا خالیه. اسپورت رو خاطیونی. دلم خواهد شده براتون. الان حسین و حسام واقعا خیلی واقعا خوبه. خیلی قدیم. خوبه. من حسین رو دوست داشتم. حسین. اصلا حاجی حسین بد نداریم. آره خدا وکیلی. داداش من نه، خودم تو فازتون نیستم. آه. اینو من برای نیستم. بازی با هم مورد احترام علاقم. چی؟ مایکل بی جوردن. خب اولیش نیست اشتباه گفتیم. بازیگر مورد علاقه خارجیم. دریک. واقعا این سریال بازی کرد. میدونم دیدم. نه بذار اون یوفوریا. یوفوریا. دنی جونیور. وینی جونیور که آبر دنیرو. بابا اصلا تا حالا نگفته بود. اگه حیوان میشدم چه حیوانی بودم؟ بب. چرا؟ دوست داری خیلی دوست داری بب. من من بگم. سویل با کی میچرخی جدیدن؟ خاله این عاشق ببر من نمی. میرم بابا معلومی با کی رفیق شده این. مرد سمی اما مادر داداش من بیاد عاشق تمسام خدام میدونه اینو. آره. گرونترین کادویی که به دوست دخترم خریدم چی بوده؟
تبلت منفی 500 میلیون. طلا خرید. مامانم برای سختم طلا خرید. خب یه سوال من این سوال خیلی من سوال رندوم دارم کلا اصلا کاری من که طلا خرید و فلان اینو ندارم واسه من هیچ نخرید اصلا کاری ندارم. آخه من گرون ترین کادویی که خریدم من الان میگه مامانم خرید. خب این اصلا اشتباه. تو منفی 500 معروفه. لعنتی مجموع خرجا شده منفی 500. یه سوال کادو حساب منفی نمیشه. 700 شده تا حلقه رو پس نگرفته. خب حالا بگو من همه جا منفی 500 جا انداختم. منفی 700 از این بعد بچه منفی 700 تو کامنت ها واسه منفی 700 700 چی شد؟ داداش من یه سوال از شما بپرسم. نه. من آقا حلقه گفتم نامزدی نداری. دادم. اعلام کردم نه. حلقه نامزدی دادم. آقا من گفتم نه. آقا بگو گوش بده. نمیخوام بپرسم. آقا 700 میلیون ضرر داده. نه. تو رفاقت با من یه چی یه کل چیزی رفاقت الان ضرر تو بود. چی؟ همه رفاقت کلا غذا داری میخوری. اون شکم لاعلاج تو من چجوری بعد ویدیو قول داده غذا بدی یا من من نمیدونم. غلط بکنم گشنمونه. نداریم. گشنمه اصلا من. آخر 29 امروز. من سر چی حاضرم استریم یوتیوب ول کنم؟ سر هیچی تو عاشق استریم یوتیوب بچه‌هایی. چرا یه جوری شومنی گفتی؟ به خاطر اینکه بگی به بدی به من بدی به من ندی به. سر هیچ میدم به مامانم. سر هیچی بده به من تو رو. میدم به مامانم. من گفتم سر هیچی. نه آقا. آقا منم نه گفتم. شومنی گفت. شما این نگفتم. چون من صفر بگم آقا چون انقدر سر هیچی حسین خاله منم صفر استریم گفتم. یوتیوب با هیچی عوض آقا منم صفر گفتم. من درست گفتم. یعنی چی شهن کرد آقا استریمر مورد علاقه. آقا ایرانی. نتش قطع شد. استریمر مورد علاقه ایرانی. همین فانتو. نه سایل سالوا حالا اصلا استریم بچه‌ها استریم اسمشون قرارش بگم. می‌کنه. امیر فانتوم نبود الان منو تو هم دیگه نمیشناختیم. عاشقتم. تو کی نبود؟ من آریا آریا. واقعا آجی آریا. عاشق آریا. دیوونه‌شم. جدی هم من هم حسین حاضر نیستیم به خاطر هیچی یوتیوب رو ول کنیم. حتی یک دقیقه. حتی یک لحظه به یک خاطر دقیقه. اینکه زندگیمونید شما. اینو یادتون باشه اینو همه جا بگید. تعداد دقیقه تتوام. این 5 امتیاز داره. جدی داری میگی؟ دروغ نگو حسین. دروغ 5 داری. امتیاز. بگو به خدا. به خدا. نه 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 نمیتونی. نمیشه. 9 تا. 10 تا بالای 15 تا. آره. یک. اینا هم هست آره دیگه سه. من بالاتر سری. گفتم 6 7 8 قرار دیدی؟ 10 تا. با حسین گفت 15. آره. 12 سری. 17 تا تتو دارم. خیلی مخلصیم. 17 تا تتو جفتم دارم. اشتباه گفتیم. اسم دختری که الان دوستم باشو کشم. ربکا قادری گفتیم دیگه. نه نه داداش نه تو نه کراشم. آقا نه 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 هیچ دختری هیچ دختری عزیزم چی میگی هیچ دختری که میتونه اینا هر چیه؟ کسی باشه. زهر این یعنی که ما حسین اوپن چالش. حاجی واقعا نمیکشم. بزرگترین ضرر مالی زندگیم. آقا میتونم بگم اینو میگی منفی 500 میتونم بگم. واقعا بزرگترین ضرر مالی تمام زندگیم. شده. منفی هیچ 700 وقت 700. همچین باخت 700 گفته یکی این شاله. باخته آقا باخت من زیاد حلقه داده، دادم خاله. 8000 من بار. حلقه بابا. دادم پس نگرفتم. این با ضرره. نه داداش سود کردی. میگه بابا، من هدیه دیگه بوده. سوال میپرسه خاله. دیوانه هدیه بوده. هدیه بوده که داداش حلقه هدیه رو به مادر بده. وا نه مادر این وسط هیچ این همه شیر بده بهش. زحمت بکش. تر و خشکش بکن. هم پدر باش هم مامان مادر. تو به تو شیر نداده؟ عمو کامران بابات بهت شیر داد حتما. من مادرم شیر داد، خاله مادرم بهم شیر داد. بچه رو خاله من شیر نداد به من. شیر برای چی ندی؟ شیر دیگه نداد. ندارم. خاله تو شیر. خاله حالا خوش بود. همزمان مامانت شیر داشت، خاله نه هم داشت. خاله مادرم شیر داشت. یادم قشنگ. کیو زایده بود؟ تو رو زایده بود. خب بچه‌شو خاله مامان زایده منو بود. زایده. یعنی پس تو کیو کی؟ زایده حالا بود؟ مامان کی هستن بچه‌شو زایده بود او دیگه. مامان تو هلنده. شیرشو بگو. الکی به جون میگه مادرم منم شیر تو می‌خوام. ویدیو آقا هست. شیر برو هلند بخور چیکار کنم؟ شیر دارم. نه هلند شیر میده. هلند بر گاوه. برو به من. خاله مامان شیر. خاله هلند میدونی کشور آقا گاو ولش کشور گاو هلنده درسته؟ خود اسپانیا با گراز. سوهل باهوش تو کامنت ها. سوهل مغز بی مغز تو کامنت. کشور گاو خدا یه چیزی کشور گاو. حالا رو با گفت چرا مقایسه نه کردی؟ خاله گاو احمق گاو اصلا سریلانکا اومده. خوشگل‌ترین دختری که کنار من دیدی. مادرت این که اصلا خدام. اشتر خاله نه دوست بجز داشتی؟ مادرم، بجز مادرم. نوکرت. مامانم 10 7 جلو. خاله جدی میگم. بابا بگو 50 جدی میلیون بچه‌ها نمیخوام شما- بدم خب بچه‌ها داغ. ده بابا آقا. بگو ده. خب یه سوی من سلیقه بگم. مامانم بگو. بگم دومی نکست
چرا الکی میگی زشت بود؟ نه نگفتم زشت. خوشگل بود؟ اروپایی بود. خاک تو سرم داشت کاش من خب پیه من ندیدم 1 میلیارد و 500 سالیه شدیم. اون عکسش هم نمیخوام برم. من به نظر من مادرت زیباترین آقا آدمی بعد بوده که- مادرم. دختری که بعد کنار از شما بوده. بعد از من یکی دیگه از این ورد شده برو. آقا بگو بعد مادرم. همه دخترای ایران واقعا زیبان واقعا. جدی خب اونو که دارم. همه من میدونیم عاشق همشون. خوشگل واقعا دارم. کنار خدا من دوستشون بوده. دارم. یه چیزی جدی بگم چون دختر خدا یه ندارم. چیز جدی به خدا، بگم من واقعا دوستشون دارم. زیبا واقعا دارم میگم پرفکت حالا ما ایرانی عاشقتونم. اصلا تعطیلی دلیلی تو تعطیلی دو هستن دقیقه پیش 2 تا مودی داشتن 2 دقیقه پیش ازتون تعریف کردن. نه کسی که پاتومون فلم بود فلم مرد زندگی. آره فعلا Love girl. حالا ده من با مرد منو ول میکنه میگه تو منو دوست داره منو نمیگه اصلا نمیگه تیک کلام من چیه؟ قربون شما برم بگم حاجی قربون شما برم. حاجی. نه قربون شما برم حاجی ببین واقعا بیچشم روی خب. حاجی دیگه جدی کلمه بهت حاجی. بگم. قربون شما برم خانوم قربون من شما برم داداش قربون شما برم روزی 100 بار اینم داشت عاشقتمو نمیدونی. حاجی هم خیلی میگه تیکه کلمه قربونت به تو بشم. برنده نه تو حاجی. من با یه خانومی قرار دارم 50 میلیون قرار بریم با هم خاله قولش اشتغال بده خدا فلم رفت شمال امشب خانم عاشقتم خاله بشی داداش خاله بشی. من لطفا خاله زهرا و سهیلا کامنت ها رو دیدی؟ همه میگن خاله گریه کن خاله من رفتم